فرض کنید در سال 2021 در شرایطی هستیم که جهان هنوز درگیر اپیدمی کرونا است و شرایط اقتصادی جهان به روال عادی برنگشته. انگلستان از اولین کشورهایی بود که تمایل داشت زندگی مردم بریتانیا به حالت عادی برگردد، ولی متاسفانه به دلیل برکزیت اکثر سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در انگلیس نداشتند. سرمایه‌گذاران بین‌المللی در هر شرایطی به دنبال موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری هستند. در این مسیر مطمئناً سرمایه‌گذار با همه تجارب و دانش شخصی خود قطعاً نیاز به یک مشاور متخصص و مجرب در حوزه حقوقی و سرمایه‌گذاری کشورهای بین‌المللی دارد. از طرفی ROI یا همان نرخ بازگشت سرمایه یکی از پارامترهای مهم در دنیای سرمایه‌گذاری است که تصمیم‌گیری در مورد انجام یا عدم انجام یک پروژه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ایهام و احمد، دو برادر عمانی، قصد سرمایه‌گذاری به مبلغ 3,400,000 یورو را داشتند که با توجه به جلسات متعدد با مشاورین گروه MVCG و بررسی بازارهای مختلف تصمیم به سرمایه‌گذاری در زمینه هتلداری در کشور قبرس جنوبی گرفتند. پروژه انتخابی پروژه ساخت یک بوتیک هتل در منطقه توریستی شهر پافوس بود. قرارداد توسط پارتنرهای گروه MVCG تهیه و در تاریخ 22 جولای 2021 توسط سرمایه‌گذاران امضا شد. ساخت بوتیک هتل کمتر از 1.5 سال طول کشید و قبل از تعطیلات کریسمس 2022 پروژه تکمیل و هتل تحویل سرمایه‌گذاران داده شد. هتل در ماه می 2023 به افتتاح رسید. علیرغم تمام نگرانی‌ها، این بوتیک هتل با استقبال مثبتی از سوی گردشگران و مسافران مواجه شد و این هتل در ماه ژانویه 2024 به یک گروه بین‌المللی فروخته شد. سرمایه‌گذاران در همین مدت کوتاه، یعنی کمتر از 30 ماه، بیش از 18.8% سود کردند. این داستان هم یک نمونه دیگر از موفقیت پرونده‌های MVCG است. در حال حاضر این دو برادر تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشور قبرس جنوبی و انتقال سرمایه از عمان را دارند.